با پیرهن خود چگونه برخورد کنی؟ چی؟ نکنه فکر کردی شاله؟ این شال نیست، این شال بود دیگه پیرهنه. اینجا رو ببین چجوری شالتو میتونی یه لباس خوشل کنی. قشنگ به ویدیو نگاه کن، چقدر قشنگ و راحت بهمون داره یاد میده. میگه اینجاشو اینجوری کنی یا یادت نره که اینجاش اندازه اونجاش باشه. بعد تو هم میگی باشه. بعد اینجا میذارینوش. فقط یه شال بودا، پیرم بودا. دیدی چی که قشنگ بود. او میذاری روی زیگزاگ. بعد اینجوری کردی، اینجوری هاشم میکنی. این هم از آسمیناش. اینجوری کردی، اینجوری میکنی. یا اینجوری ها اینجوری میکنی با چند خیطی. بعد میای آسینا میچسبونی بهش. میگی اینجا سوزن ها رو میذاری یادت باشه سوزن ها رو برداری بعدش. بعد اینا رو اینجوری کردی، اونا رو اونجوری میکنی. حواست باشه اینا رو اینجوری نکنی، اونا رو اینجوری. اینا اینجوری، اونا اونجوری. فهمیدی؟ ببین چقدر قشنگه. حالا وقتی یقه بازیه. یقه رو ببین چه نازه، ببین چقدر نازه. اینم گذاشتی آخرش که دیگه بهتر بشه. آخه چه لباس قشنگی داره میشه. کی فکر میکرد شالش پیرهنه؟ هیچکی فکرشو نمیکرد، ولی دیدین همه شالاتون پیرهنه. اینجا خیلی مهم بود انگار. دیدی؟ دیگه لباس خوشگل داریم. به به. بابا باش تو یاد بگیری باید چه کنیم با لباسا.